لوکاس ژائو. حمله پرسپولیس تو محوطه جریمه، روی ریباند کسی نیست. حسینی برگردون، حالا برخورد و حالا پنالتی برای پرسپولیس. دخالت سعید مهری و دامی بی‌نظیر لوکاس ژائو جواب داد. نیک نفس و کاکوتا رو میخواد دکونا به زمین بفرسته. با هم که دیدیم صحنه آهسته رو تو اولو برگردون سید حسین. رامین رضاییان زد، کاملا مشخصه که زد پای سعید مهری رو و بله پنالتی درسته. طرفداری پرسپولیس نیمخیز هستن تو ورزشگاه. کنانی حرکت میکنه، کنانی میزنه رو خلاف جهت، گل برای پرسپولیس. حسین کنانی در شهرآورد 104 دروازه استقلال رو باز میکنه. پنالتی که رامین رضاییان داد و کنانی گلش کرد. پرسپولیس 1 استقلال 0. کارت زرد رو محمد نوازی میخواد بگیره. با صحنه آهسته رو با هم که میبینیم یه ضرب اخراج کرد آقای بیژن حیدری محمد نوازی رو.